کودکان خردسال با هر چیزی بازی کرده می توانند، از بازیچه‌های رنگه تا کاسه و قاشق‌های آشخانه. برای آنها دنیا پر از کنجکاوی است و وظیفه ما تامین کردن محیط بازی بی خطر است. در انتخاب بازیچه‌ها برای سن تا 3 ساله چند قاعده مهم را باید به نظر گیریم. پیش از همه بازیچه نباید قسم‌های ریزه داشته باشد که کودک آن را پاره کرده فرو برد و یا به بینی و گوشش درآورد. مثلا چشمک‌های میده لختک، پفک‌های رزینی، شریکچه‌های خرد، همه اینها خطر دارند. بهتر است برای این سن گروه بازیچه‌های کلان به قسم یا نرم را انتخاب کنید. مثلا کوبیک‌های کلان، حلقه‌های پیرامیده، توپ‌های ملایم. دوم، از مواد ضررناک نبودن بازیچه مهم است. کودک هر چیز را به دهانش می اندازد. بنابراین باور حاصل کنید که رنگ‌های استفاده شده زهردار نیستند و بازیچه تیغدار و تیزبنده ندارد. بازیچه‌های چوبین با رویپوش صفت خوب یا پلاستیکی بوی نداشته بهتر است. اگر بازیچه بوی تیز کیمیایی دهد یا رنگ دست میزند، آن را استفاده نبرید. نه همه چیز البته باید بازیچه مخصوص مغازوی باشد. بسیار کودکان طبق و قاشق، قوطی‌های خالی، متاح‌های رنگی یا حتی قوطی‌های کارتونی داشتند. این اشیاء نیز برای آنها بازیچه می‌شوند. فقط دقت کنید که این اشیاء نیز خرد پراکنده نباشد و کنج‌هایش تیز نباشد تا کودک خود را زخمی نکند. هنگام بازی تا حد امکان نظارت کنید. اگر می‌بینید که کودک چیزی را به طریق خطرناک استفاده برده است، مثلا کوبیک را به دهانش پوره میبرد، ملایمانه آن را گرفته چیزی دیگر دهید. با این راه شما به کودک امکان کشف آزادانه را میدهید. همزمان آن را برای او بی خطر نگاه می‌دارید. بازیچه‌های کمتر ولی با صفت و بی خطر نسبت به انبار پر از اشیاء نامساعد بهتر است. کدام نوع بازیچه یا اشیاء روزگار را کودک شما مخصوصاً دوست می‌دارد و شما چگونه مطمئن می‌شوید که آن بی خطر است؟ شرح خود را در زیر به ما نویسید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندویت. لیندویت با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.